اجنه با ما کاری کردن تا از خانه اجاره‌ای فراری شویم. پسرم الانم 20 سالمه. این ماجرایی هم که میخوام براتون تعریف کنم مال 3-4 سال پیشه. ما دنبال خونه بودیم برای اجاره. بعد یه مدت گشتن یه خونه‌ای رو پیدا کردیم که روبروی یه زمین خالی بود و کلا یه فضای خوفی داشت. اول که برای بازدید رفتیم یه پیرزن تنها اونجا زندگی میکرد. املاکی گفت برای بازدید میرین فقط یه خانم میتونه بره. خلاصه با مادرم رفتیم برای بازدید. من پایین وایسادم، مادرم رفت که صحبت کنه. به مادرم گفت من 4 سال اینجا تنها زندگی میکنم. هیچکس جز من نمیتونه اینجا زندگی کنه. مادرم پرسید چرا، مگه اینجا چه مشکلی داره؟ پیرزنه هم هیچی نگفت و گفت خودتون میفهمین بالاخره. پیرزنه خونه رو تخلیه کرد و رفت. چند روز بعدم ما اسباب کشی کردیم و اسباب رو چیدیم تو خونه. خونه اینجوری بود که 2 تا اتاق داشت. تو یکیش من و داداشم میخوابیدیم و تخت خوابمون کنار هم بود. تو اون یکی دیگه‌ش هم بابام و مامانم. هرچند اون زمان بابام برای کار به شهرستان میرفت و دیر به دیر میومد و مادرم تنها توی اتاق دیگه میخوابید. یا بعضی شبا تو حال خونه میخوابیدیم. خونه اینطوری بود که از در که وارد میشدی سمت چپ خونه سالن بود. اول سرویس و حموم بود، تهش هم 2 تا اتاق که روبروی هم بودن. سمت راست خونه هم حال خونه بود و آشپزخونه و ته آشپزخونه بالکن بود و در کل معماریش اتوبوسی بود. داستان از اینجا شروع شد که شب اول خوابیدم. بعد تو خواب دیدم 2 تا موجود قد بلند تماما سیاه بالا سر من و برادرم وایسادن و دارن میخندن. منم عصبانی شدم که دیدن دارن بهمون میخندن. مشتمو بردم سمت اون موجود و زدمش. با درد از خواب بیدار شدم. دیدم دستم خورده به میخ دیوار. پشت سرم و 2 دستم خونی شده. منم جدی نگرفتم و بعدش هم گرفتم خوابیدم. چند شب گذشت. ساعت 2-3 نصف شب بود. چشمام خیلی سنگین شده بود و دیدم یه سایه از توی سالن خونه به وضوح دیدم که داره وارد اتاق مادرم میشه. وارد شد و من از ترس داشتم سکسکه میکردم. آخه اولین بارم بود که انقدر واضح دیدم همچین اتفاقی رو. ولی من چیزی به کسی نگفتم چون زیاد نمیترسیدم از این جور چیزا. همینجور یه تایمی هر شب از خواب میپریدم میدویدم. تا طلوع خورشیدم خوابم نمیبرد. بعد از ظهر موقع غروب وقتی میرفتم تو پارکینگ، زمانی که قفل چرخمو باز میکردم که برم بیرون، یه جو سنگینی تو پارکینگ بود. انگار 100 سال کسی اینجا نیست. و یه باد سردی میومد و برگای خشک روی زمین کشیده میشد به این طرف و اون طرف. با درخت انگوری هم که شاخش تو حیاط افتاده بود خوفناک‌تر میشد و ترسناک. اکثرا هم هیچ ماشینی نبود تو پارکینگ. یه مدت یه بدن درد و گلودرد عجیبی گرفته بودم و با هیچ قرص و دارویی هم خوب نمیشدم. به مرور که گذشت کم کم احساس ترس میکردم و صدای پا میشنیدم و سایه میدیدم، ولی نمیدونم که چرا نمیترسیدم و به کسی چیزی نمیگفتم. یه مدت که گذشت مادرم نصف شب بدون هیچ دلیلی قبل از خواب میزد زیر خنده عجیب و غریب که خالم خونه ما بود و از این داستان خیلی ترسید. یه شب فهمید داستان چیه و همونجا اسنپ گرفت و در رفت از در. انگار که فهمیده بود چیه. بعد یه مدت شبا تو حال میخوابیدیم. شبا به وضوح صدای پا میشنیدم و دور و برم که انگار یکی داره راه میره، ولی به روی خودم نمیآوردم. آخه خیلی پوست کلفته از این حرفا بودم. هرچند همچین چیزایی طبیعی بود چون خونمون روبروی یک زمین خالی بود. شب بعدش از خواب پا شدم. تو حال دیدم برادرم تو آشپزخونه داره بهم نگاه میکنه. گفتم برای چی داری اینجوری بهم نگاه میکنی؟ جواب نداد. سریع خم شد پشت اوپن. منم فکر کردم قایم شده. از یه طرفم عجیب بود که چرا 2-3 شب اینطوری خیره شده به من. منم رفتم تو آشپزخونه. همینجور چشمامو میمالیدم تا بهتر ببینم. همه جا رو دنبالش گشتم اما نبود که نبود. برگشتم سمت سالن. از دور دیدم تو اتاق خوابه. یعنی قلبم داشت وای میستاد. تازه فهمیده بودم که چی شده. هر جور که بود اون شب خوابیدم و صبح به همه گفتم و کم کم بقیه خانواده‌ام یه چیزایی فهمیدن که داستان چیه. ولی بیشترش فقط من اذیت میشدم. چند شب بعد ترسناک‌ترین خواب زندگیمو دیدم. تو خواب دیدم من و مادرم و یکی از فامیلا تو حال مثلثی شکل نشستیم و درشون پایین بود و خونه تاریکه. به ساعت نگاه کردم دیدم ساعت 1 شبه. خیلی هم عجیب بود چون یه تئوری هست که میگن هیچکس توی خواب اصلا ساعتو ندیده. مادرم به زبون خودشون گفت نگاه نکن. گفتم چی رو نگاه نکنم؟ دیدم از توی سالن یه موجود به شدت وحشتناک که قسم میخورم آدم ترسویی میدید حتما سکته میکرد، با قد بلند و پاهای مثل اسب، صورتش استخونی بود و سیاه. اومد و خیره شد توی چشمای من. بدنم قفل کرد. فقط نگاش میکردم. میخندید. تونستم باهاش ذهنی صحبت کنم. گفتم چه دشمنی داری؟ ولکن ما نیستی؟ به خانواده‌ام کار نداشته باش. همین شد که رفت. منم بدنم کلا آزاد شد. به ساعت نگاه کردم. ساعت داره با سرعت جلو میره. تقریبا 3-4 صبح بود که هوا گرگومیش میشد. از تو بالکن خونه یه جنازه که میتونه حرکت کنه اومد سمتم. بدنم کلا
کلا قفل کرد. واقعا ترسناک و کثیف بود، انگار بدنش سوخته بود. دستشو دراز کرد سمتم. اومدم دستشو بگیرم، 1 ثانیه قبل از اینکه دستشو بگیرم صدای اذان اومد. نور زد توی خونه و اون موجود غیب شد. از خواب پریدم، دیدم واقعا ساعتی که تو خواب دیدم تو واقعیتم ساعت همینه. واقعا اذان گفتن. برگام کلا ریخته بود. یه سری اتفاقات دیگه هم افتاد و یه مدت گذشت که هممون اذیت می‌شدیم. بابام هم که نبود و کلا خانواده‌مون ازمون دور شده بودن. حتی عجیب‌تر این که پول گاز 600,000 تومان اومد. اون زمان با اینکه موتور عوض شده بود و مصرفی هم نمی‌کردیم ولی اونقدر زیاد میومد. خیلی اتفاقات عجیبی میافتاد. اول که چرخمو دزدیدم، اونم ساعت 4 بعد از ظهر. بعدش هم بیرون بودم که خوردم زمین و پام شکست. بابام تو شهرستان چپ کرد با ماشین. خلاصه سرتون رو درد نیارم. یه شب از بیرون برگشتیم، ساعت 12 یا 1 شب بود. هر چی کلید انداختیم در باز نمیشد که نمیشد. زنگ زدیم به بابام که شهرستان بود. گفتم در باز نمیشه. همون دست در باز شد. وارد خونه شدیم، دیدیم هم یخچالمون از کار افتاده و هم 2 تا از لامپا سوخته بود. خلاصه سر 10 ماه از اون خونه اومدیم بیرون. روز آخرم رفتیم خورده وسایلا رو بیاریم که بابام رفت پایین، گفت جعبه آخر رو بیار و درو ببند. یه توپ فوتبال دستی روی اوپن بود. داشتم خم می‌شدم وسایلا رو بردارم، توپ خورد تو سرم. منم از ترس سریع وسایلا رو برداشتم و فرار کردم. درم محکم پشت سرم خورد به هم، انگار که یکی محکم از روی عصبانیت درو بست. خلاصه رفقا، این داستانی که گفتم کاملا واقعی و حتی من چند ماه بعد از این ماجرا تو خونه بعدی هم خیلی اذیت می‌شدم که خیلی طولانی میشه اگه بخوام براتون تعریف کنم. اگه دوست داشتید بقیه ماجرا رو بگم، این داستان توی مشهد بود. هر کی هم خواست آدرس خونه رو میدم که بره ببینه خونه رو. ولی در کل توی این داستانا سرک نکشید که جالب نیست. یادتون نره شما توی این موقعیت‌ها قدرت دارین و اگه جن یا موجودی توی خواب دیدین و خواست اذیتتون کنه، با قدرت باهاش روبرو بشین و ازش نترسین. کم کم میفهمین چطور مقاومت کنید. یه جورایی ترس بهشون قدرت میده. خب این داستان همینجا تموم میشه. اجنه‌ای خود را به دختر بچه‌ای نشان دادن و او تا آخر عمرش لکنت گرفت. سلام، دخترمو 16 سالمه. این قضیه برمیگرده به 4 سالگیم و بدترین تجربه عمرم. اون زمان یه شب داشتیم خانوادگی میرفتیم خونه داییم که از طرف خانواده پدریم زنگ زدن که پدر بزرگم فوت کرده. ما هم راهی شهرستان شدیم. وقتی رفتیم اونجا جو به شدت سنگی بود و تو حالت سکوت بود. هرچی میپرسیدیم که چه اتفاقی افتاده، چی شده، هیچکس هیچ چیزی نمیگفت. تا که عمه کوچیکم از بین جمع پا شد و اومد سمتمون و گفت دیشب پیشمون بود، حالش خوب بود، میگفت و میخندید. منظورش بابا بزرگم بود. ولی صبح پا شدیم دیدیم خودشو داره میزنه. مو به تن هممون سیخ شده بود. نه گریه میکردیم نه حرف میزدیم. از اون موقع تا الان هیچکس هیچ واکنشی جز شوکه شدن نشون نداده. همه کلا شوکه بودن. منم که اینجوری دیدمشون ترسیدم. آخه فضا خیلی سنگین بود. اون روز خاک سپاری و مراسم ختم اونجا انجام شد. تا که شب شد و همه فامیل و خانواده پدرم و مادرم تو خونه بابا بزرگم گرفتیم خوابیدیم. ولی من اصلا خوابم نمیبرد. اون شب بیدار بودم. یهو صداهای عجیبی اومد. از ترس نمیتونستم تکون بخورم. فقط زیر پتو بودم و میلرزیدم. صداها هم صدای داد زدن و اینجور چیزا قاطی بود. کلا مونده بودم تو خودم که چرا از بین این همه آدم فقط من این صداها رو میشنوم. تا که فردا برای مامانم تعریف کردم، اما اون باور نکرد. گفت حتما خواب دیدی. تا که شب دوم شد بازم بیدار بودم. این بار بدتر از قبل اون صداها رو میشنیدم که خیلی اذیتم میکرد و میترسیدم. مامانمو از خواب بیدار کردم. گفتم ببین صدای جیغ میاد، بازم نمیشنوی؟ چقدر بد دارم میلرزم و ترسیدم. رفت یه لیوان آب آورد و بهم داد و با کلی زور و بدبختی بالاخره تونست منو بخوابونه. ولی حرفای چند تا از فامیلامون رو شنیدم که شب اول صداهای عجیبی میومد و فقط من تنها نبودم که اون صداها رو میشنیدم. مطمئن شدم که خونه بابا بزرگم حتما یه جنی منی چیزی داره. شب سوم شد. این بار دیگه بدتر از 2 شب قبل بود. تنها داشتم میرفتم دستشویی هم توی حیاط بود. داشتم از پله‌ها میومدم پایین، یهو چشمم به زیرزمین پایین پله‌ها خورد. کنجکاو بودم برم جلو ببینم چیه. اومدم پایین، رفتم جلوی زیرزمین. زل زدم به در زیرزمین که باز بود. یهو 2 تا چیز براق دیدم. نمیدونم چی بودن، چی بودن، ولی تا چشمم به اونا خورد خشکم زد. حس می‌کردم دارم خفه میشم. یه چیز سنگینی حس کردم. اون چیزای براقم داشتن انگار نزدیکتر می‌شدن. منم نمیتونستم حرکت کنم نه مامانمو صدا بزنم. زبونم بند اومده بود و از ترس داشتم مثل سگ میلرزیدم. یهو یه صورت سفید با 2 تا چشم براق دیدم. قلبم داشت میزد بیرون. میدونستم این خونه یه ایرادی داشت و معلوم شد. مامانم شانسی اومد پایین. تا اون اومد اون چهره وحشتناک محو شد. مامانم هم که دید وضعیتم چقدر بده، حالم چقدر بده، بیشتر از من ترسید. هرچی ازم سوال میکرد لال شده بودم
و فقط میلرزم. طوری ترسیده بودم که تا چند روز هیچ حرفی نمیزدم تا که بردمم پیش دعانویس و برام دعا نوشت. کمی بهتر شدم، تونستم لااقل حرف بزنم، ولی از اون بچگی تا الان تاثیرش رو مونده. همیشه با لکنت حرف میزنم و حرف زدن برام سخته. هنوزم یادم میفته شدید ترس وجودمو میگیره. هیچ وقت دلیل این لکنت و همش ترس داشتن و واسه کسی نگفتم، چون نمیخواستم مسخره‌شم. تا این سه این ماجرا رو واسه کسی جز خانواده‌ام نگفتم و این بدترین اتفاق دوران بچگی و عمرمه. امیدوارم که هیچ کسی تو این دنیا این اتفاق بعد سرش نیاد و تجربهش نکنه.